درود بر شما، وقت همه دوستان همکاران بخیر باشه. امروز قرار آموزش بادگیری، روغنکاری و گریسکاری دستگاه گلدوزی تک کله رو بهتون آموزش بدم. اول از همه از دو تا دونه اسپری باید استفاده بکنید. جایی که قرار روغن بخوره اسپری روغن، جایی که قرار از اسپری خشک مخصوص قطعات الکترونیکی مثل برد، مثل سنسورهای حسگر گردونک دستگاه که حالا تو انتهای ویدیو بهتون آموزششو و نحوه استفادهشو بهتون میگم. اول از همه درپوش روبرو رو برمی‌داریم. دو تا پیچ داره. حالا خیلی از دستگاه‌ها ریلیه، خیلی‌هاش مهرباست، یه سری‌هاش هم مثل این برند فورتبه. دو تا هایی که قرار بادگیری و روغنکاری بشه دونه بدونه رو من باز می‌کنم. برای باز کردن صفحه کامپلت نیازی نیست دیگه از همین آچار استفاده بکنیم. یه خورده سخته باش کار کردن. شما اول پایه رو تغییر میدین. یه بار رو پایه یک این پیچ میاد بیرون. از این زاویه با پیچ‌گوشی دو سو خیلی راحت میتونی این پیچو باز بکنی. دوباره پایه رو تغییر میدین. پایه 12 یا حالا اگر 15 بود پایه 15 که این یکی پیچو دوباره دسترسی بهش پیدا میکنیم. که بخواید دستگاه رو روغن بهش بزنین اول باید یا بادگیری بشه، اگر دستگاه باد داشتین که هیچ، اگر نبود با یه دونه فرچه دور اطراف پرزار همه رو میگیریم، هر چی که هست از بالا از پایین تا جایی که امکانش بود تمیز میکنیم. خب این خطرناک نیست، چیز خاصی نیست، قرار باشه روغن بزنیم. اول از همه این ورودی بالا هر کدوم یه قطره روغن بهش میچکونیم توی میله و قسمت پایینیش دیگه نیازی نیست چون بیش از اون حد روغن چکه میکنه داخل پارچه‌تون. یه جای دیگه هم هست که روغن قرار بخوره، این ریل رنگبندیه. نه مقدارش خیلی زیاد شد با همینم، ولی تنها جایی که قراره گریس بخوره توسط شما همین یه تیکه است. ببینید موتور رنگبندی دستگاه، اونم نه به مقدار زیاد، به همین اندازه که یکم گریس داشته باشه موقعی که میخواد پایه رو جابجا بکنه. این رول بورینگای این پشت اکثرا باید با گریس راحت‌تر حرکت میکنن و جلوی فرسودگی اینا رو میگیره، روون‌تر پایه‌تون جابجا. از یه طرف که وایسین، حالا یا چپ دستگاه یا راست، رو پایه آخر که بذارین، به فرض میذاریم روی پایه 12، از این ور بیشتر آزاد میشه. یه مقدار از این روغن تو این ری، یه مقدار دوباره این بالا، یه دونه ورودی برامون ورودی روغن گذاشتن از اینجا برای چرخ‌دندهای پشت حلزونی، یه مقدار دوباره روغن از اینجا برای میله کلاجتونه. و توی روغنکاری دستگاه سه تا جا رو به هیچ شما نباید روغنکاری کنید. یک پتانسیومترتونه، یه دونه قطعه الکترونیکیه که تشخیص پایه دستگاه است، روغن نباید بهش بزنین، همین یه دونه محورش که بخوره کافیه. و موتور جامپ دستگاهتونه، اینم نباید روغن بخوره. و اینم موتور قیچیه. از این اسپری تو این نقطه فقط باید استفاده بکنید. اینجا چشمیایی که داره وقتی نخ از جلو میچرخه، این چشمی مشکیه باید این گردونکه رو بتونه بخونتش زمانی که داره حرکت میکنه. این چشمی تنها چیزیه که داره به دستگاه علامت میده که این دستگاه در حال کار هست یا نیست، توقف کرده یا نکرده.